توی این ویدیو حرکت TSNP رو با همدیگه یاد میگیریم. یه حرکت عالی برای بهبود فرم بدن، درمان مشکلاتی مثل قوز پشت، شانه‌های گرد شده، گرفتگی گردن و حتی اسکولیوسیس. من این حرکت رو به صورت قدم به قدم بهتون آموزش میدم. ابتدا بالش موجی رو در مرکز مت خودتون به صورت صاف و مستقیم قرار بدید. در مقابل بالش بنشینید به صورتی که نشیمنگاه شما روی مت قرار بگیره و نه روی بالش موجی. حالا روی بالش دراز بکشین و ستون فقرات رو روی بالش قرار بدید. کمی پایین‌تر برید تا بالای بالش پشت استخوان سر رو لمس کنه. بسته به قد فرد، سر ممکنه روی بالش باشه. فقط مطمئن باشید که باسن روی مت قرار بگیره و 2-3 تا موج بالش بالای خط شانه شما قرار بگیره. حالا زانوها رو خم کنید و به اندازه عرض شانه باز کنید. پاشنه رو درست زیر زانو قرار بدید تا یک بیس محکم برای حرکت درست کنید. انگشتان رو در پشت سر گره کنید. آرنج ها رو به هم نزدیک کنید که کمک میکنه ماهیچه های اطراف ستون فقرات درگیر بشن. ماهیچه های باسن و شکم رو منقبض کنید و بالاتنه و ران رو از روی زمین بلند کنید. بدن باید یک خط مستقیم از شونه تا زانو تشکیل بده. همونطور که باسن رو پایین میارید اجازه بدید بالاتنه کمی بالا بیاد مثل الاکلنگ. به گردن فشار نیارید و اجازه بدید حرکت بالا و پایین سر خود به خود اتفاق بیفته، نه به زور. وقتی لگن رو پایین میارید دم و وقتی بالا میبرید بازدم انجام بدید. اگر بالش موجی سفت و ناراحت هست یه حوله رو تا کنید و روی اون قرار بدید. هدفتون انجام 3 ست 20 تایی باشه. از تعداد کم شروع کنید و به تدریج تعداد رو افزایش بدید. بین ست‌ها کنار بالش موجی دراز بکشید. استراحت بیشتر از 1 دقیقه نشه و تنفس عمیق موقع استراحت رو فراموش نکنید. تبریک میگم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید.